واتساپ رفع فیلتر شد، مردم خوشحالن میگن واتساپ رفع فیلتر شد. بابا پوند شد 100,000 هیچ کی فکرشو نمیکرد پوند بشه 100,000. بعد یارو اینجا زندگی میکنه خوشحاله میگه شد پوند شد 100,000 من میفرستم خونه شده 100,000. داداش پول تو ارزشش تغییر نکرده، اون ریاله که ریده. پول تو ارزشش نرفته بالا، اون ریاله که ریده. خوشحالی نداره این چیزا. نمیدونم مردم بدبخت ما گناهشون چیه، به چه گناهی چه خطایی کردن باید اینجوری به سرشون بیاد. شب میری خونه فردا پا میشید همه چیز دو برابر شده، همه چیز قیمتش رفته بالا. یه موقع من میخواستم پراید بخرم، پراید 6 میلیون بود. پولامو جمع کردم بشه 6 میلیون، پراید شد 8 تا. خواستم وام بگیرم بخرم شد 10 تا من شد 10 تا پراید شد 15 تا. همینجور رفت بالا. آخری هم من نتونستم یه پراید بخرم. نمیدونم اون جوان بدبخت الان گناهش چیه، مثلا به چه گناهی باید این بدبختی ها رو بکشه؟ کوچکترین چیزها براش آرزو باشه.